من هنوز اون عشقی که فوق‌العاده باشه و بخواد منو به هیجان بیاره رو تجربه نکردم. این جمله‌ایه که صدا سایان گفته، اونم بعد از چندین بار ازدواج. امروز به ازدواج‌های متعدد و البته بسیار جنجالی صدا سایان میپردازیم. با من همراه باشید اگر علاقه‌مند به این خواننده زیبا هستین. دختر و پسرا به سلوی سودا خیلی خوش اومدید. صدا سایان که یکی از خوانندگان و برنامه‌سازان مطرح ترکیه است و حضورش در رسانه‌های ترکیه همیشه وزنه سنگینی برای اعتبار بخشی بوده، علاوه بر اینکه به نوآوری در برنامه‌سازی و فعالیت‌های خیریه شناخته میشه، به دلیل ازدواج‌های متعددش و البته رکورد شکنی در ازدواج در موردش زیاد صحبت میشه. صدا که آخرین ازدواجش بسیار جنجالی و به گفته خودش عاشقانه بود، مدتی که دوباره تو رسانه‌های ترکیه سر زبونه افتاده. اما این بار نه به دلیل طلاق، بلکه به خاطر دوام زندگیش. انگاری هر چقدر هم که یه سلبریتی به دور از حواشی سرش گرم زندگیش باشه، باز هم رسانه‌های فعال ترکیه یه حاشیه براش میسازن و این بار باز کردن دوباره پرونده ازدواج‌های متعدد صدا سایان تو دستور کارشونه. حالا به این بهونه یه نگاهی به ازدواج‌های صدا سایان میندازیم. و اما قصه طولانی ازدواج‌های متعدد صدا سایان زیبا. سایان در 26 سالگی برای اولین بار ازدواج کرد. نام همسر اولش ریدوان کلش بود. ازدواج اون با ریدوان کلش، بازیکن سابق فوتبال که مدتی هم در گالاتاسارای بازی میکرد، خیلی زود به پایان رسید. به عبارتی بیشتر از 1 سال دوام نداشت. صدا سایان که در می 1987 ازدواج کرده بود، در دسامبر همون سال طلاق گرفت. بعد از ریدوان کلج، فوتبالیست دیگه قلب صدا سایان رو تسخیر میکنه، سینان انگین، که با دیدن عکسای صدا سایان عاشق اون شده بوده. هر شب به کازینوی ماکسی میرفته و گل رز برای اون میفرستاده و از اون آهنگهای عاشقانه درخواست میکرده. صدا سایان در سال 1990 با سینان انگین ازدواج میکنه و از همین ازدواج برای اولین بار باردار میشه. صدا 1 سال بعد اغولجان رو به دنیا میاره، یعنی تنها فرزندش رو. به دلیل شغل سینان انگین به آنکارا نقل مکان میکنه و صدا سایان به خاطر همسرش مدتی به دور از صحنه استراحت میکنه. ولی ازدواج این زوج در سال 1995 به پایان میرسه. از جنجالی ترین روابط صدا سایان بعد از ازدواج دومش و البته طلاق دومش، ماجرای عشقی هست که با ماهسون کرمزیگül تجربه کرد. این دو خواننده طی یک عشق آتشین با هم وارد رابطه عاشقانه شدن و 3 سال با هم زندگی کردن بدون اینکه با هم ازدواج کرده باشن. از عجایب رابطه‌شون این بود که برخلاف عرف رایج در ترکیه، صدا سایان و ماهسون با هم ازدواج موقت کردند که در ترکیه به اسم امام نیکاهی مشهوره و از نظر دولت اصلا رسمیت نداره. ولی قصه صدا و ماهسون عجیب تر از این حرفا بود. از اونجایی که طرف عاشق‌تر ماجرا صدا سایان بود، اغلب نگران رابطه‌شون بود و از قضا یک روز خبردار شد ماهسون با یک مانکن در ارتباطه. صدا به خونه دختره رفت و با داد و فریاد بهش گفت که از ماهسون دور باشه چون اون مال منه. جریان به اینجا ختم نشد، چرا که صدا سایان بیچاره طبق گفته چندین شاهد به خاطر این اتفاقات وسط کوچه از ماهسون کتک خورد. یکی از دوستان نزدیک صدا سایان به اسم یاسمین بوزکورد که روزنامه‌نگار معروفی هم هست، به این قضیه شهادت داد و تو رسانه راجع بهش صحبت کرد و نهایتا ماهسون اعلام کرد که من دیگه صدا رو دوست ندارم و صدا سایان با اینکه هنوز عاشق ماهسون بود مجبور به ترک رابطه شد. Seviyorum. Ben de seni seveyim. Ancak bu aşk ayrılıkla sonuçlandı. ازدواج سوم صدا سایان یکی از عجیب‌ترین مدل ازدواج هاست، نه تنها برای خود صدا سایان بلکه برای اغلب مردم. قضیه از این قراره یک روز در حالی که اون با دوستانش در اطراف منطقه اتیلر استانبول در حال رانندگی بود، یک پیک موتورسیکلت پشت چراغ قرمز به ماشین اون نزدیک شد. صدا سایان پس از تماس چشمی با مرد جوان از پی خواست موتورش رو به سمت راست بکشه.
در واقع این زوج به لطف چراغ قرمز با همدیگه آشنا شده بودن. عجیب ترش این که صدا سایان 3 دقیقه بعد از راننده موتورسیکلت یعنی سونر یاپچاجیک خواستگاری کرد و اونها در آگوست 1998 با هم ازدواج کردند. این زوج مخفیانه در کارادنیز زادگاه داماد با هم ازدواج کردند، ولی زندگیشون چندان دوام نیاورد و بعد از یک مدت کوتاه از همدیگه طلاق گرفتن. صدا سایان بعد از طلاقش از سونر یاپچاجیک در سال 2000 تصمیم شگفت‌انگیزی برای ازدواج با تاجری ثروتمند به نام تونجا کراتلی گرفت. چیزی که جالبه اینه که صدا سایان قبلا با آلپ باشاران پسرعموی تونجا کراتلی نامزد کرده بود و ازدواجش با تونجا واکنش‌های زیادی رو به همراه داشت. به هر حال این ازدواج که 4مین ازدواج صدا بود مدت زیادی دوام نداشت و بعد از 1 سال به سرعت پایان گرفت. گویا کراش علاقه صدا سایان به فوتبالیستا تمومی نداشت، چرا که صدا در 5مین ازدواجش با 3مین فوتبالیست زندگی خودش ازدواج کرد. گوکان شکور که قبلا در تیم جوانان گالاتاسارای بازی میکرد با وجود تمام مخالفت‌های خانواده‌اش مخفیانه با صدا سایان ازدواج کرد و تونست به مدت 13 ماه با سایان زندگی بکنه. اونها در سال 2004 با هم ازدواج کردند و در سال 2005 از همدیگه جدا شدند. یکی دیگه از روابط عاشقانه صدا سایان که به اندازه رابطش با محسون کرموزگül بسیار جنجالی بود و به ازدواج ختم نشد، رابطش با نیهاد دوغان بود. نیهاد دوغان خودش الان خواننده بسیار مطرحیه، ولی متاسفانه در بین مردم وجهه مثبتی نداره. اون موقع‌ها برای اولین بار به برنامه صبحگاهی صدا سایان دعوت شد. بعد از اون دیگه تقریبا هر هفته صدا نیهاد رو به برنامهش دعوت میکرد. رابطهشون علنی شد، ولی برخلاف تصور اغلب مردم اونها هیچ وقت با هم ازدواج رسمی نداشتن، بلکه مثل قضیه محسون کرموزگül با ازدواج موقت یعنی امام نیکاهی با هم زیر یک سقف زندگی میکردن و بعد از 2 سال از همدیگه جدا شدن. صدا سایان زیبا پس از پایان رابطه با نیهاد دوغان عروسی غافلگیر کننده دیگه ای هم داشت. در فوریه 2008 با هنرمند موسیقی محلی ترکیه اونورشان در کاخ چراغان ازدواج کرد. صدا سایان و اونورشان در فوریه 2010 طلاق گرفتند. صدا همچنین یه نامزدی طولانی مدت با ارکان چلیک داشت که به صورت ناگهانی این نامزدی رو بعد از 6 سال به هم زد. میرسیم به آخرین ازدواج صدا سایان در سال 2022 که با چالار اکتن 35 ساله بود. این زوج طی یک مراسم باشکوه و مجلل با همدیگه ازدواج کردن و با وجود تمام حواشی در مورد اختلاف سنی 25 سال به نظر میرسه زندگی فوق‌العاده‌ای با همدیگه دارن. حتی تو این ویدیو خبرنگار بهش میگه که مردم تو فضای مجازی میگن صدا سایان شوهر جدیدش رو یک لحظه هم تنها نمیذاره و همش چسبیده به اون. صدا هم جواب میده اولا یک ماشاءالله بگین که رابطمون چشم نخوره، بعدش هم معلومه که تنهاش نمیذارم و همیشه باهاشم، چون اون هم مثل منه و همیشه کنار منه. یه چیز جالبی که صدا سایان همیشه میگه اینه که به من نگید صدا 6 بار ازدواج کرده و طلاق گرفته. من تنها ازدواجی که واسم اهمیت داشت ازدواج دومم بود که با سینان انگین ازدواج کردم و اون پدر تنها بچم شد. بقیه ازدواج‌هام اصلا اهمیتی واسم ندارن. ولی به nazar میرسه صدا سایان این حرف رو قبل از ازدواج آخرش زده باشه، چرا که تو ازدواج آخرش بسیار خوشحال و خوشبخت به نظر میرسه. yalnız bırakmazdık diyorlar aslında. Maşallah desenize be. Maşallah. Niye yalnız bırakayım? O da beni yalnız bırakmıyor. Ben de onu yalnız bırakmıyorum. Ama sen de biliyorsun. Hepiniz biliyorsunuz ki. مدت‌ها پیش در یکی از برنامه‌های پخش زنده ترکیه صدا سایان در ارتباط با ازدواج‌های متعددش گفته بود که کم تجربگی و نبودن فرهنگ آشنایی قبل از ازدواج به صورتی که امروز رایجه یکی از دلایل ازدواج‌های متعدد من بوده. اون وقتها اینجوری نبود که مدتی با کسی در ارتباط باشی و ببینی آیا برای هم ساخته شدین یا نه، و مردم متاسفانه به محض آشنایی سریعا با هم ازدواج می‌کردن.
از دیگر اظهارات جالب توجه صدا سایان اینه که سالها پیش گفته بود تا حالا عشقی که منو به هیجان بیاره تجربه نکردم، با اینکه چندین بار ازدواج کردم. امیدوارم بعد از 40 سالگی بتونم اون عشق هیجانیم رو پیدا بکنم و به نظر میاد ازدواج آخرش با چالای اکتن همون عشق هیجانیش باشه، حتی با وجود 25 سال اختلاف سن. همراهان عزیز، به پایان ویدیو رسیدیم. لطفا نظرتون رو در ارتباط با صدا سایان، این خواننده زیبا و مجری توانمند، برامون تو کامنت ها بنویسید. متشکرم که همراهمون هستیم. مراقب خودتون باشید. خدافظ.